چو بوی خوش موشکافی به همه شما عزیزان بیننده. به به، میگم آقا عجب بوی برداشته این نظامو. اه اه جان، بوی گنداب ولایت؟ بله اونم هست، ولی منظور من یه بوی دیگه است. بوی الرحمن علی خمار رو میگم. امشب دیگه وای نمیستشونم، حالا رقص بندری رفته تو خونم. این دفعه رو راست میگه، تموم کارش. کوسه و باقی ارمایه های نظام آرباره رو انداختن دور پروپاچه سیدعلی و حالا گاز نگیر که گاز بگیر آقا. کار به اونجا رسیده که لیدی افخم سخنگوی وزارت خارجه نظامم آقا رو میده دم برق. مذاکرات جمهوری اسلامی ایران و گروه 5+1 کاملا به طور هماهنگ با مقامات عالی کشور در هماهنگی دائمی قرار داره و طبعا این هماهنگی از طریق آقای رئیس جمهور و از طریق آقای رئیس جمهور با مقام معظم رهبری انجام میشه. خب سیدعلی برو سرتو بذار و بمیر دیگه. اثر انگشتت روی جام زهر رو دارن واسه عالم و آدم افشا میکنن. هر چقدر خودتو توی پستوی بیت مخفی کنی بازم کوسه و نوچه هاش ریشتو میگیرن میکشن وسط معرکه. رئیس جمهور در دیدار جمعی از نمایندگان استان اصفهان گفت با عزم و اراده ملی در حل مشکلات و با توجه به پشتیبانی و اعتماد مقام معظم رهبری به دیپلماسی دولت، گشایش در عرصه‌های گوناگون قابل پیش بینی است. اگه خوردی زودی خورد بده که اکبر کوسه همینجوری داره برات مشت و لگد سرو میکنه. وقتی میشد مردانه فریاد زد مرگ بر آمریکا که همه با یک اشاره رهبرشان جان میدادند، نه حالا که از مظلومیت و تنهایی رهبر مینالند. روش نمیشه بگه طلسم طرف شکسته، کسی براش تره هم خورد نمیکنه، میگه از مظلومیت و تنهایی آقا مینالن. حالا بذارید اصل مطلب رو براتون بگم. بعد از اینکه کوسه از خورجین خاطراتش جمله حذف مرگ بر آمریکا از امام دجال رو در آورد و دار و دسته سیدعلی گفتن این خاطر جعلیه، کوسه بیکار ننشست و نیششو اساسی واسه سیدعلی تیار کرد. چگونه می شود که آن جمله در این 24 سال اولین نقل قول و خاطرت امام است که مستند به خط و صوت نیست؟ در سنوات گذشته خاطرات و نقل قول‌های فراوانی از افراد و مخصوصاً بزرگانی از علما و مسئولان و مرتبطین و از آن جمله مقام معظم رهبری شنیده ایم که نه خطی در کار و نه صدایی مضبوط. داره میگه علی گدا بابا اون موقع که کوسه با یه دونه از این خاطره های دوغکی تو رو ولی فقط کرد دنبال صدا و امضا نبودی. حالا چی شده که وقت به زهر خوردن رسیده دنبال دست خطی؟ ما گفتیم ما فردی رو نداریم الان که مطرح بکنیم تو جامعه، چون ما فرضمون در مرجعیت بود و با همون مسائل بود، اما فرمودن چرا نداریم. آقای خامنه‌ای موافق هستن قیام بفرمایید بشمارید. حالا با این تفاصیل یکی به بنده موشکاف بگه که آقا این سیدعلی تو این نظام ولی فقیه یا کیسه بوکسه؟ اگه خامنه‌ای حمامه ولایت رو ول کنه و بره به همون تخصص قدیمیش یعنی روزخونی به پردازه، بیشتر از این که الان هست حرفش برو داره. اینجاست که بوی الرحمن سیدعلی میپیچه تو دماغ موشکاف و راهی برای سیدعلی نمیمونه الا این که بگه
حالم بده احوالم بده امام و مقوایی دیدم خودم و لگد مالی دیدم خیلی بده حالم بده حالم بده آقا رو با بیجامه دیدم سرشو بی امامه دیدم خیلی بده حالم بده احوالم بده رفیقام و اسقاطی دیدم خودم و توشون قاطی دیدم حالم بده احوالم بده شاکی شدم تو این جلو عزما مثل راکی شدم حالم بده احوالم بده من که گیت شدم تو مجلس نظام مثل حفید شدم با آقای موشکار